به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. دو نعمتی قیمت بها را غنیمت شمارید. برادران و خواهران عزیز، به درستی که یگان انسان نیست مگر این که او زیان دیده است. مثلا یکی زیان دیده در سودایش، دیگر زیان دیده در وقتش، سیومین زیان دیده در طاعت و عبادتش، یعنی در طاعت و عبادت بی اهمیتی می کند و یا عموما آن را انجام نمی دهد. چهارمین زیان دیده در چیز دیگری. ولیکن عاقل و زیرک کسی است که از خواب غفلت بیدار شود و خطاگی و زیانکاری خود را درک کرده آن را اصلاح نماید و خود را از عاقبت کارش که این هلاکت است نجات بدهد. بزرگترین چیزی که انسان در آن زیان می بیند و آن را بیهوده از دست می دهد و یا در گناه و معصیت صرف می کند، این سلامتی و وقت خالگی می باشد. چه خیلی که در حدیث آمده است، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده اند: دو نعمتی است که در آن بسیاری از انسانها زیان دیده اند، یکی سلامتی، دیگر وقت خالگی. روایت امام بخاری. ای مسلمان، در این حدیث یک جمله مهم وجود دارد که باید در آن اندیشه و تأمل کرد. این جمله باشد این است: بسیاری از انسانها زیان دیدند. این جمله اشاره بر آن می کند که بسیاری از انسانها نمی توانند سلامتی و وقت خالگی خود را غنیمت شمارند و آن را در طاعت و عبادت الله و چیزهای فایده‌ناک صرف بکنند، بلکه آن را بیهوده ضایع می کنند و از دست می دهند. اما کم در کمی آنها این دو نعمت را غنیمت می شمارند. پس ای برادر و خواهر مسلمان، به خود نظر کن که از کدام گروه هستی، از زیانکاران یا غنیمت شماران؟ معاذ الرازی فرموده اند: زیانکار کسی است که روزهایش را بیهوده می‌گذراند و اعضاهایش را زیر هلاکت و گناه و معصیت قرار می‌دهد و پیش از اینکه از گناه‌ها و جنایت‌ها دست می‌کشد از این عالم می‌رود. کتاب الزهد الکبیر قسم 2 295 البیهقی.